با درود خدمت سروران گرامی. پروژه رنگین کمان یا پروژه مونتاک یکی از آزمایشات مخفی دولت آمریکا در سال 1943 که برای ایجاد کردن تونل زمان و مکان بود. این آزمایش به طرز وحشتناکی پایان یافت و اگرچه اثرات آن هنوز در نقاط اطراف بندر فیلادلفیا دیده می شود، اما نیروی دریایی آمریکا که مسئول این پروژه بود هرگز آن را نپذیرفت و همچنان آن را انکار می کند. آزمایشی که در فیلادلفیا صورت گرفت بعدها به طرز اسرارآمیزی با پروژه مشابهی به نام پروژه مونتاک در سال 1983 پیوند خورد که باعث شد پای انسانهایی از آینده و گذشته و حتی موجودات فضایی و فرازمینی به این میان کشیده شود. در زمان جنگ دوم جهانی نیروی دریایی آمریکا دست به آزمایش‌هایی برای نامرئی کردن کشتی‌ها و هواپیماها زد، به طوری که رادارها قادر به ردیابی آنها نباشند. به این منظور شکل و جرم وسیله مورد نظر باید کاملا وارد بعد دیگری از فضا و زمان میشد تا جرم آن قابل ردیابی و بمباران شدن نباشد. این آزمایش تحت نظر بزرگترین دانشمندان و فیزیکدانهای آن زمان از جمله نیکولای تسلا و جان فون نیومن در بندر فیلادلفیا در مساحتی بیش از 500 هکتار شروع به کار کرد. بیش از 400 تن دانشمند یهودی آلمانی در این پروژه کار می‌کردند که آلبرت انیشتین نیز جزء آنها بود. طی آزمایشات اولیه با کمک دستگاه‌های بسیار عجیب که نیکولای تسلا ساخته بود، تیم پژوهشی قادر بود وسایل کوچکی مانند میز و صندلی را ناپدید کند و به بعدی ناشناخته وارد کند و سپس آنها را بازگرداند. تحت فرمان نیروی دریایی آمریکا تصمیم بر آن شد که تعدادی حیوان از جمله گوسفند، بز و سگ را داخل کشتی قرار دهند و آنها را به بعد دیگری بفرستند. این حیوانات در داخل قفسه‌های فلزی و در عرشه کشتی بودند. کشتی برای چند دقیقه کاملا ناپدید شد. وقتی برگشت تعدادی از حیوانات گم شده بودند و تعدادی سوخته بودند. قرار بر این شد که تا کامل شدن پروژه هیچ انسانی مورد تست قرار نگیرد، ولی با این حال در 12 آگوست سال 1943 که برابر است با 20 مرداد ماه سال 1322 هجری شمسی، کشتی USS الدریچ با تمام خدمه مورد تست و آزمایش قرار گرفت. خدمه کشتی خبر نداشتند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. دستگاه‌ها شروع به کار کردند، کلیدها زده شد، کشتی با تمام مردان داخلش ناپدید شد و 4 ساعت بعد دوباره در بندر فیلادلفیا ظاهر شد. شاهدان عینی ماجرا گزارش می‌دهند که یک حاله سبز رنگ فسفوری تمام کشتی را احاطه کرده بود و خدمه کشتی یا سوخته بودند یا دیوانه شده بودند و تعدادی دچار حمله قلبی شده بودند. عجیب‌تر از همه اینکه تعدادی از خدمه کشتی بدنشان با بدنه کشتی به شکل عجیبی پیوند خورده بود و زنده جان می‌دادند. گزارشات محرمانه نیروی دریایی حکایت از آن دارد که چند ملوانی که زنده مانده بودند در چند روز آینده جلوی چشم حاضران ناپدید و بخار شدند و به بعد دیگری انتقال یافتند و هرگز هم باز نگشتند. حال این پرسش مطرح است: در این 4 ساعت کشتی کجا بوده؟
دو بازمانده در این کشتی حضور داشتند. آنها ادعا می کنند که کشتی از طریق تونل زمان به 40 سال آینده وارد شده، یعنی از سال 1943 به سال 1983 در زمان آزمایشی مشابه به نام پروژه مونتاک وارد شده بود. آن دو معتقدند در این پروژه فرازمینی ها دانشمندان را به طور مستقیم یاری کردند و آنها از حضور چندین سفینه فضایی و حتی انسانهایی از آینده در این پروژه صحبت می کردند. اما در هر حال آزمایش سال 1943 با آزمایش سال 1983 به شکلی پیوند خورده بود و این صحت آزمایش را تایید می‌کند. و اما پرده برداری از اصالت داستان، 40 سال بعد در سال 1983 همان دانشمندان در آزمایش دیگری در همان مکان کشتی را که در سال 1943 ناپدید شده بود و به سال 1983 رفته بود و دوباره برگشته بود، قبل از بازگشت به سال 1943 2 نفر از دوستان فون نیومن به نامهای دانکن و بیلک از کشتی به آب پریده بودند و به سال 1983 رفته بودند. این 2 نفر خدمه کشتی نبودند، از دوستان نیومن و تسلا بودند که با هماهنگی آنها در کشتی آلدریچ حضور داشتند و در زمان مناسب در آب پریده بودند و به 40 سال بعد سفر کرده بودند. طبق گزارشات این 2 دانشمند از دوستان تسلا و نیومن، آنها پس از پریدن در آب 2 قایق نجات در آب دیدند که آن 2 قایق را نیومن در سال 1983 در همان ساعت آزمایش برای نجات دانکن و بیلک تعیین کرده بود. زمانی که دانکن و بیلک به ساحل رسیدند، مستقیم نزد تسلا و نیومن رفتند، اما در کمال تعجب دیدند که آن 2 و تمام دانشمندان پیر شده بودند. نیومن به آن 2 گفت 40 سال است منتظر شما هستم و دانکن در جواب میگوید اما از زمان پریدن ما به آب و آمدن نزد شما فقط چند دقیقه گذشته است. این چگونه امکان دارد؟ که نیومن میگوید میبینید که 40 سال گذشته است. این سفر 40 ساله در زمان با موفقیت به پایان رسید. دانکن و بیلک گفتند 1 نفر سوم هم با ما به آب پرید و به ساحل آمد، اما در هر ساعت به اندازه چند سال پیر و پیرتر می شد و در چند روز پیر و ناتوان شد و مرد. دانکن و بیلک همکنون در نیویورک زندگی می کنند و چند مصاحبه بدون ذکر نام انجام دادند. به گفته آنها این نخستین بار نبوده که سفر در زمان انجام شده. دانکن با دادن مشخصات و مدارک بسیاری ثابت کرده است که برای سفر در زمان تنها به 3 وسیله نیاز است که 2 وسیله آن را همکنون همگی ما در اختیار داریم و با در دست داشتن وسیله سوم هنگامی که تونل زمان باز می شود به هر زمان که بخواهیم قادر هستیم سفر کنیم و هر کسی می تواند با در دست داشتن این 3 وسیله بسیار ارزان قیمت در زمان سفر کند و اصلا نیازی به داشتن لباسهای مخصوص و امکانات گران قیمت نیست. همچنین دانکن گفته که طی پروژه‌ای از طرف دولت به همراه 20 نفر دیگر بارها و بارها در زمان سفر کرده و به سال 6535 میلادی رفته است که در آن زمان هیچ سکنه‌ای روی زمین دیده نشده. تنها در میدانی بزرگ 1 مجسمه غول‌آسا از 1 اسب طلایی در وسط آن دیده می شود. دانکن این آزمایش را بارها و بارها تکرار کرده،
اما در سال 6535 هیچ انسانی روی کره زمین زندگی نمی کند. و این تنها موردی است که بارها و بارها در تلویزیون، سینما و اینترنت به آن پرداخته شده است. 2 فیلم سینمایی و 2 مستند شبکه هیستوری چنل به این موضوع پرداخته شده است. و این ماجرا یک داستان علمی تخیلی نیست، اما طرف صحبت من انسان‌هایی است که به اعجاز علم یقین دارند و متعصبین خوش مغز می‌توانند هر دستاورد عجیب و بزرگ علمی را مسخره کنند در صورت رضایت از برنامه عضویت و لایک فراموش نشود. و این داستان کاملا واقعی است.